نماز عیدین. برای اهل جاهلیت در سال 2 روزی بود که در آن جشن و شادی می گرفتند. زمانی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شدند، فرمودند برای شما 2 روزی بود در آن بازی می کردید. الله تعالی آن را با 2 روز بهتر از آنها مبدل کرد، روز فطر و روز اضحی. جشنگیری و مشارکت در اعیاد کافران جواز ندارد، زیرا که چنین کاری ابراز علامت هر دین و ابراز شرائع و مناهجش می باشد. خداوند تعالی می فرماید پیروی هوا و هوس آنها را به عوض آنچه از حق آمده مکن. برای هر یکی از شما شریعت و منهاجی گردانیدیم. مائده 48. و عید در اسلام میان عبادت و اظهار خوشی و شادی و تناول طیبات و مباحات جمع می کند و الله تعالی در عید نمازی را مشروع گردانیده که به نام نماز عید یاد می شود. نماز عید مهمترین مظهری از مظاهر عید به شمار می رود که فرض کفایی بوده، اگر گروهی آن را ادا کردند گناه از دیگران ساقط می شود، هرچند که امر به آن مؤکد می باشد، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به ادای آن امر کردند، بلکه به رفتن زنان کمسن و سالمند نیز امر کردند، اگرچه در حالت حیض نیز باشند که نماز نمی‌خوانند. این همه به خاطر فضیلت نماز و تأکید بر آن است. الله عزوجل می‌فرماید پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. کوثر 3 آیه 3. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به آن امر فرمودند. حتی به زنان نیز امر کردند که به نماز عید بروند، چنانچه ام عطیه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما امر کردند که در عید فطر و اضحی دختران نوجوان و زنان حایض و کنیزکان باکره را بیرون ببریم، اما زنان حایض از نماز دوری میجویند و به دعوت مسلمانان شرکت نموده از خیر آنها بهره میبرند. و نماز عید 2 رکعت بدون اذان و بدون اقامت است که قرائت در آنها به جهر می باشد. در رکعت اول بعد از تکبیر تحریمه و استفتاح و قبل از اعوذ بالله گفتن و قرائت کردن 7 بار تکبیر می گوید، سپس اعوذ بالله و بسم الله گفته به قرائت سوره فاتحه و سوره دیگری بعد از آن آغاز می کند. و سنت آن است که در 2 رکعت بعد از سوره فاتحه سوره الاعلی را در رکعت اول و سوره غاشیه را در رکعت دوم، و یا اینکه در اول سوره قاف و در دوم سوره قمر را بخواند. و در رکعت دوم بعد از تکبیره انتقال 5 بار تکبیر گفته و دستانش را با هر تکبیر بلند می کند و در میان تکبیرات حمد و سپاس الله تعالی را گفته بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم درود میفرستد و هرگاه سلام داد به منبر بالا شده پس 2 خطبه میخواند و میان آن 2 اندکی می نشیند. در عید فطر مستحب است که در مورد احکام زکات فطر و در عید اضحی در مورد احکام قربانی یادآوری کند و یا مناسب به همان مقام و همان طوری که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحابشان کرده اند. برپایی نماز عیدین بر مسلمانان در نمازگاه سنت است، نه در مسجد. اگر در مسجد خوانده شده اشکالی ندارد اگر برای ضرورتی بود، و همچنین از سنت است تا مردان بهترین لباسشان را بپوشند، اما زنان برای نماز بدون آرایش و بدون استعمال عطر بیرون روند. و نیز سنت است تا مقتدیان زود هنگام به نمازگاه بروند تا در صفهای اولی جا گیرند. باید پیاده از یک راه بروند و از راه دیگر برگردند اگر میسر بود. از جابر رضی الله عنه روایت شده که گفت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هرگاه روز عید می بود راه را تغییر می داد. تأخیر در نماز عید فطر مستحب است تا مسلمانان فرصت بیشتری برای ادای زکات فطر به مستحقینش داشته باشند، اما در نماز عید اضحی مستحب آن است که زودتر خوانده شود و نفل خواندن قبل از نماز عید و بعد از آن در نمازگاه مکروه است، مگر اینکه نماز عید در مسجد خوانده شود، پس تحیه مسجد پس از داخل شدن به مسجد خوانده شود. برای کسی که نماز عید و یا رکعتی از آن از وی فوت شد سنت است ادای آن بر همان وصفی که آمده است.
طوری که 2 رکعت نماز با تکبیراتش و آنچه از وی فوت شده تمامش کند به همان وصفی که ذکر شد. و نیز تکبیر گفتن به لفظ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر ولله الحمد سنت است و برای مردان بلند کردن صدا در تکبیر گفتن سنت است، اما زنان با صدای پایین تکبیر میگویند، زیرا که زنان به پایین کردن صدایشان امر شدند. در عید فطر تکبیر گفتن را از بامداد روز عید آغاز می کند و تا ایستادن امام برای نماز ادامه می دهد و در عید قربان از بامداد روز عرفه آغاز می کند و تا غروب خورشید آخرین روزهای تشریق یعنی روز 13 ادامه می دهد. پس در راه رسیدن به نمازگاه و در اثنای نشستن در آنجا تا هنگام رسیدن امام تکبیر می گوید و پشت سر نمازهای 5گانه و در بازار و در خانه و در همه جا تکبیر را ادامه می دهد. مستحب است که مسلمانان به یکدیگر عید را تکبیر گویند. خوشی به عید و اظهار شادی و خوشی نیز مستحب است و عید فرصتی است که باید برای صله رحم قطع شده و برای اصلاح میان متخاصمین مغتنم شمرده شود و در ایام عید باید در لباس، خوراک و تفریحات فرزندان به گونه‌ای که خداوند جل جلاله گردانیده نوآوری و گسترش داده شود، زیرا که روزهای خوشی و شادی و بهجت است. خداوند می‌فرماید: بگو ای محمد به فضل الله نزول قرآن و رحمتش این که آنها را پیرو قرآن گردانیده به آن خرسند شوند، چرا که برایشان بهتر است از آنچه که جمع می‌کنند. سوره یونس آیه 58. در روز عید زیارت قبرها جواز ندارد، بلکه این کار مخالف خوشی و شادی می باشد. علما در این زمینه تذکر دادند که برای مسلمانان تهنیت گفتن کفار به اعیادشان جواز ندارد، زیرا که در این کار اعترافی است به شعائر کفری آنان و همچنین رفتن به اماکن اعیاد آنان و مشارکت در خوشی آنها نیز جواز ندارد.